یک روز مسابقه جودو برای دریافت جایزه کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش میرزا حکیم امیدوف یک سال پوره فعالیت مربیان نورسان شهر و ناحیه‌های مملکت را در سمت تربیت و مکمل نمودن مهارت کسبی تا اندازه معین کرده میتواند. امسال هم مرحله‌های انتخابی در منطقه‌های کشور با شدت برگزار شد و نفران ارزنده دست بالا گشته به مسچاه آمدند. چند نفر آوردید؟ 15 نفر ورزشگر. بهتر. دیدیم که در حیات نورسان باز دو دختر دیگر هم بود. بله، زیاده از 5 دختر اشتراک 5 بانو اشتراک میکنند. آمینا یکم بار است که به مسچاه آمدید؟ بله. در گشتین جودو باری اول هنر نمایی میکنید بیرون از کلوب؟ بله. تیاری چه خیل؟ ساز. نجم‌الدین تیاری چه خیل؟ نقص. در وزن چند کیلو هنر نمایی میکنید؟ در وزن 40 کیلوگرم. نجم‌الدین در مرحله انتخابی چند نفر رو شکست دادی؟ 3 نفر. از ناحیه ونج بار اول است که تعداد اشتراکچیان مسابقه مکمل گشت که این برابر سبقت‌های نورسان چهاربینی هم تاثیر خوبی خود را رسانیده میتواند. سال تا سال در این ناحیه دوردست ما تعداد مدعیان جایزه های افتخاری مسابقه عنعنوی جایزه میرزا حکیم امیدوف را بیشتر میبینیم. خود را معرفی کنید. من زاهد ساموئیل، ما دستپروان این ناحیه بند به این مسابقه آمدیم. ما همراه مربی ما خورزیل قبیز و یک دسته به این مسابقه آمدیم. ما پگاه هم در همه وزنها خواهیم اشتراک کرد. ما میخواهیم پگاه سزاوار مدال ها شویم. در ابتدا رفت سبقت‌های انفرادی پهلوانان نورس مملکت صورت گرفت که در تلاش ورزشگران آینده کشور نه تنها افضلی مهارت بلکه هوس زیاد شوق اجرای اصولهای خاصی نورسان دیده میشد. خوب است که همه ساله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مسچاه، صاحبکاران انفرادی و فرزندان میرزا حکیم امیدوف این چهاربینی نورسان را در سطح لازمه برگزار می نمایند و این سال نیز شهامتش از سالهای پیشین تفاوت داشت. سال 11 است این مسابقه جمهوریوی سال در سال بسیار سطحش بلند شده ایستاده است. سال گذشته در هر یک منطقه در هر یک ولایت یک نفر اجازه بود. این سال ما 2 نفر 2 دسته اجازه دادیم. بسیار نبردها تیز و تند گذشت، همه شاهد بدید. ما میخواهیم که همین مسابقه را بسیار در سطح بلند سال تا سال گذرانیم که داورا از خارج حرکت میکنیم، از خارج کشور دعوت کنیم که همین مسابقه عادلانه گذرد. من مربی مکتب مهارت عالی اوید به نمودهای گوشتین از شهر دوشنبه اومدم. در این مسابقه که شاگردان من در شهر دوشنبه مسابقه گذاشت و بهترین ورزشگرایی که در شهر دوشنبه گذاشتن 7 نفر شاگردم در این مسابقه شهر دوشنبه بریدم و با این مسابقه مسچو روی خط گرفتن اومدیم. زیاده از 10 سال شد که این مسابقه میشد. شاگردایی که پیش می آوردم در اینجا سزاوارای جای نمایان نگه داشتن. امروز این مکتب خوشبختانه فرزندان این پهلوان این مکتب جسارت فرزندانشان دوام داده ایستادند. فریدون امیدوف و میرزا جاوید امیدوف امروز کار پدرشان دوام دادند. شاگردهای بسیار تربیت کردگان که در مسابقه های سطح بلندی بیرون از جمهوری اشتراک میکنند و پرچم دولت ما را میبردارند. رسم افتتاح 11مین مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه میرزا حکیم امیدوف شهامت زیاد داشت و آن در فضای زیبای ایدانه و تنتنه حقیقی ایدی ورزش در ناحیه مسچاه برگزار شد. از 200 نفر اشتراکچی و داوران و مربیان زیاد شهر و ناحیه‌های مملکت ثابت گشت که سال تا سال نفوذ مسابقه عنعنوی بالا رفته، درجه کسبی آنها نیز رو به انکشاف است.
раиси ноҳияи масҷоҳ ализода моҳияти баргузории мусобиқаро дар самти тарбияи насли наврасу ҷавон беарзёбӣ карда илова намуданд, ки он дар тақвими чорабиниҳои солона ҳамеша боқӣ хоҳад монд. солҳои баъдӣ тасмими зиёд аст, ки шумораи иштирокчиёнро аз ҳисоби дастаҳои кишварҳои ҳамҷавори ӯзбекистону қирғизистон бештар намоем. афзуд раиси ноҳияи масҷоҳ. ман ёд дорам, ки дар ҳамин шогирдое ки ситораҳои варзиши гӯштини ҷудо ки дар ҳамин ҷо пайдо мешаванд, шинохта мешаванд, дар сатҳи баланди дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда парчами Тоҷикистоно чанд бор бардоштанд. мо шоҳид, вақте ки парчами давлат бардошта мешавад, мо фахр мекунем дар диёри дар дигар ҷумҳуриҳо. чанд бор фарзандони худам Саид Мансур, Муллохун ҷоизадори бо мусобиқаҳои байналмилалӣ шуданд. ман ҳамчун падар фахр кардам, ки ҳама хел мактаб дорем, ҳама хел устозо дорем. лаҳазоти ҷолиби расми ифтитоҳи мусобиқа он буд, ки акси собиқадори варзиши ноҳияи масҷоҳ, яке аз асосгузорони гӯштини ҷудо дар ин минтақа, Мирзо Ҳаким Умедов ба фарзандонаш тақдим карда шуд, ки ин гуна ташвиқи варзиш барои насли имрӯзу фардои мамлакат аз аҳамият орӣ нест. дар суҳбат усто Пиров, ки 50 соли ҳаёти худро сарфи тарбияи насли наврасу ҷавони вилояти Суғ намудааст, ибрози андеша кард, ки мусобиқаи анъанавӣ сарчашмаи ҳамаи музаффариятҳои ҷудокорони навраси ноҳияи масҷоҳ буда, он барои ояндаи равнақи гӯшини ҷудои ноҳия хишти устувор мегузорад. ماهیت همین چهاربینی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ماهیت همین چهاربینی رو روی نگاه خودم چی میبینم که همین 11 ساله که ما همین یعنی استاد مرزا حکیم امیدوف رو جشن میگیریم. همین جوانان باور کنید از این سال تا به این سال همین در ورزشی سختن که مقصد یکون جا اشغال کنیم. سالهای اول بچه‌ها می اومدن هم اشتراک میکردن، به زودی مقصد مغلوب میشدن. خدا به شکر 3-4 سال اخیری که چندین بچه‌ها شاگردها جای اول گرفته صاحب مثال مدال طلا شدند. ما خیلی خوشنود هستیم و چندین نوجوانان از پشت این جوانان مقصد راهسپار شدند که چوکنیم با ما کلی چمپیونی مقصد برویم. به حد باور کنیم بچه‌ها رو به یک تکان آورد دیگه همین تشکیلی همین مسابقه همین چهاربینی. самимияту садоқат ва вафодориву эътимоди зиёди шогирдон аст, ки чорабинии мазкур ҳамасола дар сатҳи баланд баргузор мешавад. маҳз дарки ҳамин эҳсосот нафарони зиёдеро, ки мактаби ҷасорат ва фурӯтании Мирзо Ҳаким Умедовро гузаштаанд, ба тамошои нерӯсанҷиҳои ҷолибу ҳассоси наврасони минтақаҳои мамлакат овард. хизматҳои онҳоро низ дастандаркорони мусобиқа ба инобат гирифта, ба онҳо инъому сипоснома дар фазои мутантан тақдим намуданд. مرزا حکیم امیدوف با من قریب 20 سال در مکتب ورزشی سر و کار داشتیم و آن کس یکی از اساسگزاران گشتیگی جودو در نوع مسجد به شمار می‌روند. یادآور می‌شویم که در رشد گشتیگی جودو حصه آن کس خیلی بزرگ بود و بعد از سر آن کس باز فرزندانشون کار پدر را ادامه دادند. هر سال در ناحیه همین مسابقه جمهوریتی انعانه شده است و گذرانده می شود. این یک شهادت است که یعنی که در این مسابقه ها
ورزشگرانی نو و نو پیدا میشوند و یک تحکرسی مستحکم برای کلانسالان در جوانان پیدا میشود. شدت مسابقه های پیشین نشان داد که امسال نیز داوران کسبی از منطقه های دیگری مملکت جلب کرده شوند. همه اشتراکچیان می‌دانند که فقط با راه مبارزه حقیقی میتوان به مرحله های دیگری نیروسنجی ها راه یافت. از این نقطه نظر در سبقت های نهایی 9 وزن مسابقه نفران سزاوار به کامیابی شرفیاب شدند. اولین مراتبه در مسابقه ناحیه مسجد دختران نیز جلب شدند که رفت نیروسنجی های بانوان از بچه های نورس تا 14 ساله فرقیت نداشت. عزیزه بابیوا از شهر باختر به ناحیه مسجد آمد و هنر بهتر خود را نیز نشان داده توانست. او در مرحله نهایی وزن تا 36 کیلوگرم رخشانه تاشمتова را شکست داد. انیسه آیمتова و شهنازه اکرامова متناسباً جایهای سیوم را اشغال نمودند. آمینه تاشوا همه رقیبان خود را در وزن 40 کیلوگرم پیش از وقت شکست داده به سفره ظفر برآمد. در این وزن نماینده ولایت ختنا قادرزاده مهرانگیز زینه دوم را اشغال کرد. آمینه حسین زاده و یاسمن جمیلova 2 جای باقی مانده افتخاری را صاحب شدند. المپیاد نصیبی نماینده ناحیه مسجد در وزن 40 کیلوگرم و حامی 11مین مسابقه جمهوری تاشوا آمینه نعمتالله زاده مسلمه زاده ناحیه درواز است ولی در شهر دوشنبه استقامت میکنند. طالبوف از این چهره نفر ارزنده تربیه نموده راه تلاش‌هایش را همیشه مورد توجه قرار میدهد. این بود که او در وزن جمع 40 کیلوگرم بدون سبقت‌های مشکل سزاوار مقام اول شد. مهرو غیرتova به جای دوم و افسانه قربانزاده و سمیه بگمتova به زینه سیوم شرفیاب شدند. دو رفیق رقابت کردم و شروع زدم. فینال چیل بود مرحله نهایی؟ فینال خوب بود. کدام اصول استفاده کردید؟ چیل؟ اصولی حوکلا. من قربان نظر به افسانه هستم. چگونه هنرنمایی کردید؟ من در گشتین جودو در مسجد جای سیوم را اشغال کردم. من از آن خوشحال شدم که در مسجد یعنی برای نامبردار پرچممون آمدیم که برای این جای سیوم گرفتنم خیلی خوشحال شدم. مرحله نهایی چه گذشت؟ خوب گذشت. نتیجه چی بود؟ نظری؟ من دو چی سپرنگ داشتم، یک از زدم گرش مرا زد. کدام مسابقه جمهوری که برگزار می‌گردد در آنجا بانوان حتما در همون نظامنامه نوشته شود که یک وزن باشد که دخترها هوسمند شود و آینده در جمهوری تاجیکستان بانوان هم در مقیاس جهانی شرف وطنی محبوب را بلند بردارند. برای همین بود که 3 وزن مانده ما همه وزنا به 6 نفر 7 نفر دخترها آمدن خیلی گوشتینگ زیبا گرفتن. نورسان شهر و ناحیه‌های مملکت همه ساله تلاش بر آن می‌نمایند که مرحله انتخابی مسابقات را در منطقه‌های خود با موفقیت گذرانند و به ناحیه مسجد آیند. این دفعه نیز شماره پهلوانان شهر دوشنبه در مسابقه زیاد بود. در وزن 34 کیلو یار محمدزاده ساربان صمد جمعه‌زاده را به ناکامی روبرو کرد. عیسی سعیدov و اکابر ارز مرادov باشند به مدال برنجی شرفیاب شدند.
نیروسنجی مرحله نهایی وزن 38 کیلوگرم از آن جهت فرق کننده بود که سیفالدین شکراللهیف با فشارهای پای در هم با سرعت رقیبش محمد نبی قربانوف تاب آورده نتوانست و شکست خورد. یوسف آخونوف و یوسف زاده بلال باشند در زینه سیوم جای خود را معین نمودند. خب نام نسب قربانوف محمد نبی. از کدام دسته؟ از دسته خطلان ناحیه خراسان. هنرنمایی چه خیلی شد؟ هنرنمایی امروز در ناحیه مسجد کوی خیلی خوب به انجام رسید. من 4 حریف خود را مغلوب کردم و صاحب جای اول شدم. خب اکنون حالت راست بودن برای شما خوبتر بود یا کار در زمین؟ پرتی رو در نظر دارم که دیدیم بسیار چابک بودید. من در پرتی نسبت به استویک خیلی خوبتر میشم. بهتر و خوبتر هنرنمایی کردید. بله. اکنون تکمیل هنر مسابقه های دیگر شما رو در پیش است. میخوام که من چمپیون المپیاد شوم و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم. اکبر نوروزوف را که در مکتب ورزشی ناحیه مسجد تمرین میکند مخلصانش بیشتر میشناسند و او را در اکثر مسابقه های ولایتی غالب میبینند. این دفعه موصوف باز برای هواداران گشتین جودوی مسجد نشاط و شادی هدیه کرد. نام برده در مرحله نهایی وزن تا 42 کیلوگرم پهلوان شهر دوشنبه امیرخان کریموف را مواجه شکست نمود. در این وزن نورسان دیگر داوود مستقیموف و یوسف عظیموف جای سیوم را اشغال نمودند. از این باریده خاطری ها مربیان و کارشناسان ساحه ورزش نیز خیلی سرفراز بودند. ولایت صوف ناحیه مسجد نوروز اکبر. خب تمرین چه خیلی بود؟ از کجا آمادگی شد؟ ما تمرین را از امیدوارها آموختیم و تا آخر به مشقمان دوام میدهیم. در مسابقه جمهوریوی باری اول این نتیجه رو به دست آوردید؟ بله. چه خیلی احساسات؟ احساسم عالی. پهلوان دیگر ناحیه مسجد محمد امین صالحوف افضلی وزن تا 46 کیلوگرم را صاحب شده در همه رقابت‌های انفرادی به موفقیت دست یافت. محمد اکرم زاده که در قطار بهترین های وزن مذکور جایش را اشغال نموده بود در دور نهایی از همین ورزشگر نورس میزبان دچار شکست شد. نورسان پایتخت ابوبکر یوسفوف و سلمان امیرشایف به مقام سیوم دست یافتند که این نتیجه برایشان در 3 ماه آخر موفقیت ارزنده محسوب می‌یابد. در عقوبت عیسی مسیح بسیار سمت‌های افضلیتناک ورزشگری و استعداد فوق‌العاده گشتنگیری روشن گردید. او در مرحله نهایی وزن 50 کیلوگرم با نماینده ناحیه مسجد امینزاده سیدعلی روبرو شد. جهد هر دو برای دریافت مقام اول مسابقه عنعنوی بیشتر نمایان بود. دقیقه های اول برای هر دو چندین فرصت مناسب امتیاز آوری را فراهم آورده باشد هم تنها عیسی مسیح از عکس العمل‌ها به طور کسبی استفاده کرد که آن ثمره دلخواه به بار آورد. نورعلی نسیموف و فریدون جان محمدوف بعد گرفتن جای سیوم این ورزشگران را در سفره ظفر همراهی کردند. درباره مسابقه امروز چی فکر دارید؟ درباره مسابقه امروز خیلی گشتنی زور شده است. در اینجا پیشروی ها می باشد. پیشروی ها کردم. من در اینجا 4 کس را زدم و جای اول را گرفتم.
دو نفر جودوکاری باشگاه ورزشی پرویز صابرov که تحت راهبری مربی جمشید خلیلov تمرین می‌نمایند در مرحله نهایی وزن تا 55 کیلو باخ خوردند. شامیل اسماعیلov و عمر عبدالرحمانov رقابتشان تا خاتمه وقت اساسی ادامه نیافت. در این دوره آخر با افضلی بیشتر شامیل همدسته خود را دچار ناکامی نموده مقام اول را کسب کرد. نورسانی دیگر محمد زیایو و حبیب الله قلیچوف که دسته های خطلان 1 و 2 را نمایندگی میکردند صاحب مدال برنجی شدند. برای دریافت زینه اولی وزن تا 60 کیلوگرم بلال کریمов و یوسف اسکندرزاده به میدان برآمدند. هنر بچه‌های تا 14 ساله از آن جهت افضلی می‌نمود که آنها با تمام هستی تلاش مبارزه با سرعت خود را نشان می‌دادند. در چشمانشان شعله مهر و صمیمیت گوشتین جودو جلوه می‌کرد. این بود که مخلصان هم به مهارت آنها احسن می‌گفتند. تقدیر این سبقت به نفع پهلوان ناحیه مسجد بلال کریمov حل شد. شاهعزیز شاهینزاده و یعقوب اسداللهov جای سوم را اشغال کردند. دولتزاده سیاد و حلیمزاده ابوبکر برای دریافت مدال طلای وزن تا 66 کیلو مبارزه بردند که در 4 دقیقه وقت اساسی چندین پهلوهای افضل داشته و ضعیفی آنها را داوران و مربیان هم شاهد شدند. بالاخره پهلوان دسته خطلان 1 سیاد دولتزاده کامیاب شد. شامیل شاهنظرov و ابوبکر تورزاده بعد 2 نفر معرفی گشته بهترین اعتراف شدند. روند تلاش این چهره‌ها نیز در مسابقه از جهت صفت تمرین و مهارت کسبی کمی هم باشد فرق کننده بود. والیبال نصیبی نماینده با دستگیری پدرم و معلمم با اینجا آمدم و در این مسابقه کشاد جمهوری جای اول را اشغال نمودم. باور داشتید که به فینال میروید؟ باور داشتم. در آینده میخواهم مثل تیمور رحیمov و سامان محمدی که پرچم بردار دولت شوم. در مسابقه جمهوری همین نتیجه به شما بار اول بود؟ بار اول نمیشه. چون شما را من کم میبینم. بار اول است. نهایت مخلصان در مرحله آخری مسابقه و وزن از همه گران نیز جریان سبقت تیز و تند را شاهد شدند. ورزشگران شهری دوشنبه میرزا علی نورov و جبرشاه ذکراللهov بدون سراسیمگی و سرعت افزایی گوشتین خوب و کسبی نشان دادند. جبرشاه که در سبقت‌های قبلی خود پیش از مهلت دست بالا میشد، این نوبت کارش آمد نکرد و با یک اشتباه کوچک به ناکامی دچار شد و صاحب زینه دوم گردید. از قیافه‌اش معلوم بود که امید بیشتری نتیجه ارزنده این دور را داشت، ولی میدان تقاضای دیگر دارد. او بعد مراسم جایزه سپاری اندیشه‌اش را چنین بیان نمود. یازدهمین مسابقه عنعنوی جایزه کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش میرزا حکیم امیدov ثابت کرد که امروز نسل نورس و خصوصا دستپروران مکتب ورزشی ناحیه مسجد و چنین مسابقه ها نیاز دارند. زیاده از 200 نفر ورزشگری نورس مهمان مردم ناحیه مسجد بودند. بود و باش اکثر آنها را مربیان و متصدیان چهاربینی در خانه های خود به دوش گرفتند که این بار دیگر از مهمان نوازی و صداقت مردم این ناحیه دلالت می‌کند. معلوم شد که در هر کجایی که عزم و اراده قوی موجود باشد، آنجا ظفر و موفقیت حکمرانی می‌کند. زمینه پیشرفت نورسان و جوانان در رشته جودو که فراهم گشت، در مسیر دریافت چهره‌های ارزنده و دستاوردهای شایان مربیان موفق خواهند شد.
با امید فردا کامیاب باشید.